برادرای بزرگوار و محترم، من خجالت میکشم حقیقتا. همه جا به من میگن صحبت بکن. خیلی صحبتم زیاد شده، خیلی صحبتم زیاد شده، کلماتش از دستم رفته، چند کلمه گفتم. این همه مسئولیت داره. فردای قیامت من کثر کلامه کثر لغته. شما وادار میکنی که ما صحبت بکنیم، وادار بکنید تا عمل بکنیم. این همه درخواست صحبت ندید. همونطوری که اون اعرابی گفت به عمر رضی الله عنه، عمر گفت که اگر عمر کج رفت شما چه کار میکنید؟ یکی بلند شد گفت ما میذاریم که عمر کج بره، وادار به عملش میکنیم که بر بگرده، نمیذاریم منحرف بشه. با سر این شمشیر گفت من درستت میکنم. گفت الحمدلله که یک نفر هست که عمر رو وادار به عمل بکنه. علما مردم رو وادار به عمل بکنن و مردم علما رو وادار به عمل بکنن تا جامعه عمل داشته باشیم. صحبت هامون شکل عمل به خودش بگیره اگر میخوایم که خوشبخت بشیم.